رو نگاه بکنید. این عکسی که رژیم صهیونیستی در تمام این سالها که حداقل 3 بار اقدام کرده فردی که امروز ترور شده است رو ترور کرده و بعدا مشخص شده بود این کار رو نتونسته موفقیت انجام بده، هر بار یا این عکس رو منتشر کرده به عنوان فردی که ترور شده یا یک عکس مشابه این منتشر کرده. امروز شهید علی طباطبایی به یاران خودش پیوست و این عکسی که دارید اینجا مشاهده میکنید ربطی به ایشون نداره. ربطی به ایشون، یعنی رژیم برای ترور کسی داشته تلاش میکرده که رسانه‌هاش هم تصویر درستی از این آدم به عنوان سوژه ترور منتشر نمیکردن. فردی که داریم از ترورش صحبت میکنیم و عکسی دارید مشاهده میکنید، مثلا در نمونه‌هایی که از ترور ایشان صحبت میکردن اصلا عکسی ازش نداشته. بعد ایشان که امروز به شهادت رسیده خدمت شما عرض بکنم که 3 بار برای ترورش اقدام کردن. 1 بار زمانی که کاروان شهید جهاد مغنیه و سردار الله دادی در حال حرکت بوده سعی میکنن ایشون رو ترور بکنن. بعد از این ماجرا 1 بار بعد از شهادت شهید نصرالله در دمشق تلاش میکنن ایشون رو ترور بکنن که هر بارم بیانیه میدن، ابراز خوشحالی میکنن و عملیات ناموفق بوده. و در نهایت یک عکس رو، یک نقاشی از ایشون منتشر میکردن و توضیح میدن که دنبال این نقاشی هستن و امروز اعلام کردن که این عملیات تروریستی صورت گرفته است. خیلی مانور دادن برای این که ایشون از فرماندهان سطح بالای مقاومت لبنان. بعضی از رسانه‌هاشون گفتن نفر اول نظامی رژیم نفر اول نظامی مقاومت لبنان رو به شهادت رسوندیم. بله، عزیزی که از دنیا رفت جایگاه مهمی داشته، ولی نفر اول نظامی مقاومت لبنان ایشان نبوده است. نفر اول نظامی مقاومت لبنان یه بزرگوار دیگه‌ایه که ما براش آرزوی عمر طولانی رو با عزت میکنیم. از خدا میخوایم بتونه مأموریت‌های خودش رو همونجوری که تا الان پیش برده با قوت پیش ببره. اون یکی دیگه است. این احمقا عکسو که این چند وقت نمیدونستن چیه، بعد رفتن عملیات انجام دادن. حالا خوبه، حالا حزب الله اومد عکس واقعیشو منتشر کرد، اینا فهمیدن چی به چیه. ولی بیانیه رسمی حزب الله نبود، اینا می‌خواستن اشتباه یک عکس دیگه پخش بکنن. کاری ندارم با این صحبت‌ها. نفر اول آنگونه که اینها میگن ایشون نبوده. ایشون جایگاه مهمی داشته، فرمانده محترمی بوده است، ولی نفر اول یکی دیگه است، اون داره کارهای خودش رو انجام میده. اینا به احتمال خیلی زیاد به اون فرد و ساختار و نفر اول اینا هیچ وقت به این زودی‌ها پی نخواهند برد. این مسئله که باید خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم. و یه چیزم که خیلی برام جالب بود این بود که رسانه‌های مقاومت اومدن امروز به این خبر شهادت پرداختن. خیلی برای من جالب بود که تماماً سعی کردن جوانب مختلف رو احتیاط بکنن که اصلا مسئله ساختار حزب الله و اینکه کی خورده کی نخورده، کی نفر اول بوده، چی شده، هیچ چیز پیرامونش بحث نشه. ولی در همین حد من به شما بگم این بحثی که آقا نفر اول نظامی حزب الله از این خبرا نیست. این اتفاق امروز نیفتاده است. ساختار کسای دیگه‌ای دارن درش کار میکنن. یه بخش اصلا رژیم اشرافی نسبت به این نداره. حالا اگه بخوام یه ذره به شما بگم که یه چیزی گفته باشم که شما اطمینان پیدا بکنید حرف من درسته و یه چیزهایی هم نگفته باشم، باید به شما بگم اطلاعات اینها در خصوص ساختار فرماندهی نظامی مقاومت لبنان که داره ترور علیهش انجام میده به روز رسانی نشده است. اطلاعات برای چند سال پیشه، اصلا به روز رسانی نشده. رژیم داره عملیاتایی رو انجام میده. ولی مثلا خدمت شما عرض می‌کنم کاری که اینا دارن به عنوان به اصطلاح خودم ترور رو اینها بحثش رو مطرح میکنن، یه چیزی باعث شد اینها سرعت پیدا بکنه و اونم مسئله تکنولوژی بود. تکنولوژی به کمک رژیم صهیونیستی اومد که این ترورها سرعت پیدا بکنه. در جاهایی مثلا یمن و غزه اینا در عملیات تروریستی کاملا ناکامن. ادعاشون میشه آدمکش حرفه‌ای ان روی موساد و شاباک و اینا مانور میدن، کاملا ناموفقن تو عملیات‌ها. مجبوره بره توی عملیات مربوط به یمن. اینا 14 تا موشک شلیک کردن، 14 تا ساختمون زدن که بتونن افرادی که میخوان ترور بکنن. چرا؟ چون نمیدونست کجا رو باید بزنه و فردو نمیتونست پیدا بکنه. حدس میزد که این 14 تا رو بزنه یکیش اونجاه. تکنولوژی به کمک اینها اومده که توی لبنان و توی ایران عملیات موفق با سرعت انجام بدن. اینو مسئله مقاومت الان اینجاه. اینو باید حلش بکنه که بعد از حل شدن این مسئله به یاری حضرت الله این عملیات ها و این داستان ها و این جنس از کیسایی که ما از رژیم داریم میبینیم بساطش جمع خواهد شد. بعد خدمت شما عرض می‌کنم دیدم بعضی از دوستان
پیامایی فرستاده بودن، مثلا توی توضیحاتی که درباره عملیات تروریستی امروز در رسانه‌هاشون داده بودن، مثلا دیدم گفته بودن اگه حزب الله جواب نده دیگه اینا میرن بالاترا رو هم میزنن. بعد مثلا گفته آقا حزب الله جواب نده دبیر کل مثلا حزب الله میزنن. یعنی شما فکر کردی مثلا دبیر کل حزب الله رو نزدن علتش چی بوده نزدن؟ یعنی رژیم احساس کردی که اگه بزنه اتفاقی میفته؟ نه، رژیم اگر دبیر کل مقاومت رو توی این چند وقت نزده، چون هنوز دسترسی نداره به این آدم. اون دسترسی داشته باشه میزنه، امروز و فردا نداره. اون خود ساختار رو بریزه به هم. چرا میخواد ساختار رو بریزه به هم و چرا داره بی‌پروایی به خرج میده؟ و حرف شما که میگه اگه امروز مقاومت فلان نکنه این جلوتر خواهد رفت، چرا این تو کتش نمیره و داره با وجود همه این مباحث اقدام انجام میده؟ یه دلیل خیلی ساده داره و اون همینه که به شدت مقاومت لبنان رو این روزها در تکاپوی تکمیل کردن ساختار خودش و مسئله تسلیحات نظامیش میبینه. پس رژیم میگه هر هزینه‌ای لازم هست میدیم، نباید بذاریم این ساختار کامل بشه. مسئله این که داره بی‌پروا عمل میکنه یه بخشش اینه. یه بخش دیگه چیه؟ یه بخش دیگه اینه که رژیم تا حدودی مطمئن شده که مقاومت با در نظر گرفتن وضعیت افکار عمومی کشور لبنان عملیات میکنه. یعنی اومده گفته که الان مقاومت به خودش میگه من اگه عملیات انجام بدم افکار عمومی احتمالاً حمایت نمیکنه، پس من فعلا احتیاط بکنم، عملیات تروریستی رو جواب ندم، برم تو بازسازی ساختار و مسائل دیگه درگیر باشم. آیا این شکلیه؟ در پاسخ به شما باید بگم این شکلی بود. این شکلی بود. آیا الان این شکلیه؟ اینو نمیدونیم، چون ما در ساختار مقاومت نیستیم. ما نسبت به اینکه مقاومت مسئله رو چه شکلی میبینه نمیفهمیم. ولی درباره این فهم رژیم صهیونیستی یه مسئله خدمت شما عرض کنم. اخیراً یکی از کسانی که من حالا حضور ذهن ندارم ولی آدم مطلعی بود، کاش ویدیوشو میتونستم براشون برام میشه، یک فردی که این آدم مطلعی بود اخیراً گفته بود که رژیم با آمریکا یه اختلاف نظری پیدا میکنن. اختلاف نظر چی بوده؟ آمریکا میگه که آقا ما میریم عملیات انجام میدیم ولی به اصطلاح خودمون اینجوری نخواهد شد که مردم بیان بریزن و به هم بریزن و فلان بکنن و اینا. یه 4 تا هدف باید تعریف بشه، برسیم به اونا تمومش بکنیم. رژیم درکش به طور کامل این بود که نه، شما برو بزن توی ایران عملیات بکن، مردم میان میریزن، نظام 3-4 روزه عوض میکنن. آیا این شکلی شد؟ نه، این شکلی نشد. بعدش همه اونایی که توی سازمان سیا و جاهای دیگه میشستن با همکاران خودشون و عوامل همسطح خودشون در موساد صحبت میکردن، گفتن آقا تحلیل نسبت به مسئله ایران درست نبوده است. تحلیل اینا نسبت به خیلی چیزای دیگه هم در مسئله مقاومت غلطه. کما اینکه عکس فرماندهی که امروز ترور شده و مقاومت عکسش رو منتشر کرد، اینا چند سال عکس رو غلط منتشر میکردن. اینا دنبال این بنده خدا بودن عکس یکی دیگه رو داشتن منتشر میکردن. اینا سوتیای این شکلی و اشتباهات این شکلی و فهم این شکلی خیلی زیاد دارن. یعنی منظورم فهم غلطه. حالا باید بریم جلوتر ببینیم که مقاومت چجوری مسئله رو میخواد باش مواجهه داشته باشه و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ولی چند تا اتفاق در همین راستا داشتیم. اول بیانیه که نمیتونم بگم، توییت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آقای لاریجانی اومده توییت زده، گفته در شب شهادت حضرت فاطمه یکی از فرماندهان مقاومت به شهادت رسیده. بعد گفته که رژیم صهیونیستی داره جنایتایی رو انجام میده و اونا کسایی که شهید شدن که به آرزوشون دارن میرسن، اما این رژیم داره ماجراجویی ها رو ادامه میده تا حدی که همه بفهمن که این رژیم به اصطلاح خودمون چاره‌ای جز مقابله باش وجود نداره. یعنی غیر مستقیم علی لاریجانی توی این توییت داره به این اشاره میکنه که ما برای انجام بعضی از اتفاقات نیاز به این داریم که افکار عمومی آگاه و توجیه بشود و به نوعی داره به این اشاره میکنه که رژیم اقداماتش به ویژه در ماه‌های اخیر هموار کننده این مسیر بوده است. یه بیانیه از سوی انصارالله یمن داشتیم، محکوم کرده، نیروهای مقاومت در فلسطین محکوم کردن. نجوای عراق هم بیانیه خیلی جالبی صادر کرده و توی این بیانیه اومده توضیح داده، گفته کارهایی که رژیم داره انجام میده در راستای بی‌ثبات سازیه و با اعلام حمایت کامل از لبنان و جریان‌های ملی آن به ویژه حزب الله تاکید کرده که هدف قرار دادن ضاحیه حمله به موضع ثابت لبنان در دفاع از حاکمیت است و به نوعی اشاره کرده که در کنار مقاومت لبنان هستیم. آیا اقدامات رژیم میخواد وارد فاز درگیری با لبنان و به ویژه درگیری در خاک لبنان بشود؟ اگر این شکلی بشه در جایی مثل سوریه، در جایی مثل عراق واکنشات چگونه خواهد بود؟
الان قضاوتی در این خصوص نمیتونیم بکنیم، باید صبر بکنیم ببینیم که این ماجرا چگونه پیش خواهد رفت. ولی اون چیزی که من میدونم اینه که جبهه ها فعال خواهد شد. در صورت حماقت رژیم صهیونیستی جبهه ها فعال خواهد شد. اولین موشک‌ها از یمن به پرواز در میاد. نوع مواجهه عراقی ها و دیگر گروه های مقاومت البته چیزی است که من الان توضیحی در خصوصش ندارم و تحلیلش نمیتونم بکنم. بعد خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که در کنار این اتفاقات ما تجمع در یمن رو هم داشتیم.